فکر میکنی فقط شکارچی‌ها خطرناک بودن؟ نه. بعضی گیاهخوارها هم انگار تانک‌های زرهی بودن. یکی دمش مثل گرز بود، یکی دمش پر از نیزه و یکی هم شاخاش مثل کرگدن‌های امروزی بودن. امروز می‌ریم سراغ این غولای دفاعی و می‌بینیم چرا گیاهخوارها هم زره پوشیدن و چجوری جلوی غول‌های گوشتخوار مثل تیرکس وایسادن. سلام، من امیرعلی هستم و اینجا جوراسیک پارک برناست. به یه قسمت دیگه از جوراسیک پارک خوش اومدید. همین اول ویدیو میخوام از دوستای عزیزی که کامنت میذارن، لایک میکنن، مثلا لایک های ویدیوی شورتس و کامنت هایی که حالا تو ویدیوی بلند داریم میگیریم، ازشون تشکر بکنم. خیلی به من انگیزه میده و انرژی میده و باعث میشه که هر روز کیفیت کانال بهتر بشه. در ادامه میخوام شما رو دعوت بکنم برای دیدن یه ویدیو جدید از این کانال. این سری قراره بریم سراغ دایناسورهای گیاهخوار، ولی نه اون گیاهخوارای بی‌دفاعی که فقط تنها راهشون فرار بود. امروز میخوایم بریم سراغ گیاهخوارهایی که می‌جنگیدن، چه با هم چه برای دفاعی از خودشون. پس بدون فوت وقت، بعد از اینکه کانال رو دنبال کردید، زنگوله رو فعال کردید و ویدیو رو هم اگه دوست داشتید لایک کردید، بریم که شروع کنیم. خب سوال اصلی اینه: چرا بعضی گیاهخوارا زره و سلاح داشتن؟ چند تا دلیل جدی هست که می‌خوایم با هم دیگه بررسیشون بکنیم. یکیش رقابت تسلیحاتی بوده که با شکارچی‌ها باید می‌داشتن. شکارچی‌ها هر روز قوی‌تر می‌شدن، گیاهخوارا مجبور بودن یه فکری براش بکنن. بعضی‌ها اونقدر گنده بودن که نمیتونستن فرار کنن. سرعت پایین مساوی بود با نیاز به سلاح برای اینکه بتونن از خودشون دفاع بکنن. بعضی از سلاح‌ها هم شاید بیشتر برای جلب توجه جفت یا نشون دادن قدرت بوده، نه فقط دفاع در برابر گوشتخوارها. مثلا پلیت‌های استیگوسوروس احتمالاً بیشتر برای نمایش بودن، نه اینکه مثل رادیاتور حرارت بدن رو تنظیم کنن. دم گرزی آنکیلوسوروس هم فقط برای شکست دادن تیرکس نبوده، احتمالاً توی دعوای بین نرها سر قلمرو و چیزهای دیگه هم استفاده می‌شدن. شاخه‌های تیراسروتوپوس نشون میدن که یه سری زخم‌ها وجود داره توی جمجمه‌های یه سری تیراسروتوپوس‌های دیگه و این زخم‌ها از شاخه‌های خودشونه. پس یعنی این داره به ما میگه که با هم درگیر می‌شدن و رقابت‌های درون خانوادگی بین این دایناسورها هم وجود داشته. بریم سراغ یه تانک واقعی. آنکیلوسوروس بدن کوتاه پهنی داشت که کاملا پوشیده شده بود از زره استخونی. این موجود مثل یه تانک زمینی بود، اما نقطه طلایی ماجرا دفاع تانک مانندش نبود، بلکه یه گرز استخونی سنگین داشت که اگه میزد به پای هر شکارچی احتمالاً همونجا درجا طرف زمین گیر میکرد. ولی همه چیز فقط دفاع نبود. شواهد نشون میده که از دمش توی درگیری‌های درون گروهی هم استفاده میکرده، یعنی هم سلاح جنگی بوده، هم ابزاری برای رقابت. استیگوسوروس که دیگه نیاز به معرفی نداره. همه با اون تیغایی که روی کمرش داره میشناسیمش. خیلی فکر میکنن این تیغ‌ها برای زره بوده یا کارکرد دفاعی داشته، اما احتمال بیشتری که امروزه براش وجود داره به عنوان نمایش یا ابزاری برای شناسایی گونه‌ها بوده، یه جورایی شبیه یه پرچم روی بدن. ولی سلاح واقعیش دمش بوده، همون دم معروفی که 4 تا خار بلند داشت که میتونستن شکم آلوسوروس رو پاره کنن. یه فسیل از آلوسوروس داریم که مهره‌هاش سوراخ شده، دقیقاً به اندازه خارهای دم استیگوسوروس. پس شوخی نداشته. تیراسروتوپوس هم که همیشه سوپر استار گیاهخوارا بوده و هر وقت حرف از گیاهخوارای دوران جوراسیک یا حالا در از دوران دایناسورها زده میشه حرفی، اسمی از اون هم به میون میاد. 3 شاخه بزرگ داشته رو صورتش و یه یقه استخونی عظیم پشت سرش. خیلی از جمجمه‌های این دایناسور نشون میدن یه سری زخم‌های ترمیم شده دارن که این زخم‌ها نشون از شاخ به شاخه‌ای بوده که این دایناسورها با هم می‌کردن، یعنی رقابت نرها سر قدرت و شاید احتمالاً قلمرو. اما این یعنی اگه تیراسانوروس رکس هم سراغشون میومد خالی از سلاح نبودن. تصور کن یه تیرکس به یه گله تیراسروتوپوس حمله کنه، شاخ‌ها و یقه‌ها تبدیل میشن به یه دیوار دفاعی که هم زنده است هم خار داره. خب دیگه وقت خلاصه است.
گیاهخوارای زرهدار یا گیاهخوارهایی که از خودشون دفاع میتونستن بکنن چند نوع بودن. یه سری از زره و تیغ داشتن که میتونستن مثل یه دیوار دفاعی متحرک باشن که البته اون تیغ‌ها میتونست حکم کماندارهای روی دیوار رو ایفا بکنه. یه سری هم سلاح‌های فعال داشتن، یعنی میتونستن فعالانه از خودشون دفاع بکنن، مثل اون دم گرزی یا اون دم خارداری که بهش اشاره کردیم، یا حتی شاخهای دایناسوری که بهش اشاره کردیم. اندازه و اجتماع خیلی هم گله‌ای بودن و کنار هم دفاع می‌کردن که شاید بیشتر به اینها تو قسمت بعدی بپردازیم. و یه سری هم رفتارهای هوشمندانه داشتن، یعنی میمدن از حلقه دفاعی استفاده می‌کردن، یه دیوار دفاعی بزرگ درست می‌کردن، یا با وسایل دیگه‌شون میتونستن از خودشون دفاع بکنن. یه چیزی شبیه به کرگدن بوفالوی گوزن‌هایی که همین امروز داریم می‌بینیم. مثلا گوزن‌ها با شاخ‌های خودشون از خودشون در برابر شکارچی‌ها دفاع می‌کنن. خب حالا نوبت شماست. اگه مجبور باشی یکی از این سلاح‌ها رو انتخاب بکنی، کدوم رو برمی‌داری؟ دم گرزی آنکیلوسوروس، خارهای دم استیگوسوروس یا شاخهای تراسروتوپوس؟ تو کامنت ها بهم بگو و یادت نره اگه تازه اینجایی دکمه سابسکرایب رو بزن که هیچ کدوم از سفرهای ما به دنیای جوراسیک رو از دست ندی. تا یه سفر دیگه، بدرود.